بسم الله الرحمن الرحیم. علف الفضول، نانی که به همه ما معلوم است عربهای دوران جاهلیت همه ایشان سراسر از تعصب، از قوم پرستی، از زبان پرستی، از نجات پرستی بودند و در این زمان ظالم بالای مظلوم ظلم میکرد، قدرتمند بالای بی قدرت ظلم میکرد، مالدار بالای فقیر ظلم میکرد، همه کس با همگی ظلم میکرد. و این حلف الفضول در حقیقت پیمانی از جوانان مکه است که آنها به خاطر دفاع از حق مظلوم جمع میشوند و عهد میبندند، پیمان میبندند که ما دیگر هیچ کسی را اجازه نمیدهیم که بالای یک مظلومی که در یک جا میآیند بالای آنها ظلم کنند. بیاییم داستان این را بخوانیم. بعد از بازگشت قریش از جنگ فجار، پیمانی تحت عنوان حلف الفضول منعقد گردید. یعنی قبل از او یک جنگ میانی قریش صورت میگیره که نام از او جنگ فجار است و این واقعه و این داستان بعد از جنگ فجار قرار میگیرد. این چی است؟ سبب انعقاد ای پیمان و ای عهد ای بود که مردی از زبید کالایی را به مکه آورد. آس بن نوائل او را از او خرید، اما پول آن را نپرداخت. همان مردی که کالا را آورده بود در کنار کعبه استاده شد و صدا زد و از آل فهر و جوان مردان کمک خواست. زبیر بن عبدالمطلب برخاست و گفت چرا این مرد تنها و بیار و مددکار مانده است؟ بنو هاشم، زهره، بنو تیم در خانه عبدالله بن جدعان جمع شدند و او برایشان غذای درست کرد و در ماه حرام ذوالقعده با یکدیگر هم پیمان شدند و به الله سوگند خوردند تا زمانی که قطره آب در دریاها باقی است و تا زمانی که زمین و آسمان برجاست در مقابل هر ظالم استاده می شوند تا آنکه حق مظلوم و حق ستم دیده را به وی بازگردانند. بعد از آن پیش آس بن نوائل رفتند و کالای زبیدی را از او پس گرفتند و به زبیدی دادند. قریش این پیمان را حلف الفضول نامیدند و عمل بانیان این پیمان را ستودند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در خانه عبدالله بن جدعان شاهد پیمان فرمودند که در خانه عبدالله بن جدعان شاهد پیمانی بودم که دوست ندارم این پیمان را با شتران سرخموی فراوان عوض کنم و اگر در اسلام نیز آن فرا خوانده شود اجابت خواهم کرد. یعنی در این پیمانی که پیمان جوان مردانه بود و پیمانی بود که حق مظلوم از ظالم گرفته میشد، پیامبر صلی الله علیه وسلم هم شرکت داشت و گفت اگر در اسلام چنینی شود ما آماده هستیم که امیر در اینجا جاری بسازم. ما چی درس های از حلف الفضول میگیریم؟ یک، عدالت ارزشی است که سرچشمه آن نسب نیست و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به مشارکت خود در تحکیم اصل عدالت پیش از پیامبر شدنش افتخار می نماید. دو، حلف الفضول علاوه بر اینکه نوری در تاریکی دوران جاهلیت بود، این نکته را نیز به اثبات رساند که شیوع فساد در نظام و جامعه به معنای خالی بودن آن از سایر ارزش‌ها و خوبی‌ها نیست. سه، ظلم به هر نحو و شکل پذیرفتنی نیست. اسلام با ظلم مبارزه می نماید و از مظلوم بدون اینکه برنگ یزو ببینه، به دینش ببینه، به وطنش، به ملیتش توجه داشته باشه حمایت می نماید، ولو کافر هم باشد. اگر مسلمان ظالم باشد و اون کافر مظلوم، حق این کافر را از مسلمان می گیرد. 4، پیمان بستن مسلمانان با غیر مسلمانان به خاطر دفع نمودن ظلم یا استاد شدن در مقابل ظلم جایز است به شرطی که در آن مصلحت باشد و منافع آینده مسلمانان در نظر گرفته شود. 5، مسلمان باید در جامعه خود یک عنصر مثبت و کارآمد باشد، نه ای که نسبت به مسائل گوناگون جامعه خود نقشی نداشته باشد و مسلمان باید در جامعه خود نقشی داشته باشد.